گفتم باش براتون یک مشوری جانانه بتون. اگر میخواین شوهرتون همیشه در کسیتون باشه، همیشه مثل پروانه دور سرتون بچرخه، همیشه جانم جیگرم گفته صدایتان بکنه، فقط یک راه دارد، فقط یک راه دارد. خوب گوش کنید. با شک نفس توزه بگی. اینم تو میتونین از فامیل خودشان تعریف کن، از خواهرش جانم جگرم گفته صدا کنید، اما خیش و قومشون هر چیزی که داشته باشه از فامیل خود هیچی نگوین، هیچ تعریف اصلا نکنید. اگه تونسته فامیل خود یک چند بدیش بگوی، هیچ وقت بدی فامیلش نگوی. نه. فقط تعریف کرد که از شما بدتونم به فقط تعریف کنید، در پشت سرتون بلداو بزنید.